سلام از کردم. حال احوالتون چطوره؟ آقا اون روز که سیدری بافور جام زهر هستی رو سر کشید فکر میکرد الانه که طناب تحریما باز بشه و یه راه نفسی براش پیدا بشه. اما هر چقدر که زمان میگذره معلوم میشه نه تنها گشایشی در کار نیست بلکه اوضاع داره روز به روز خفن‌تر میشه. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایران نمیتواند از نظام مالی و بانکی آمریکا در مبادلات تجاری خود استفاده کند. برخی بانک‌های بین‌المللی به علت فشار آمریکا و ترس از جریمه‌های سنگین از معامله با اشخاص و مؤسسات ایران خودداری می‌کنند. بله اینجوری است. تازه این وسط آزمایش موشکی آخونده هم قوز بالای قوز شده و کار رو برای شیخ فری سخت‌تر کرده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: باید در موضوع تحریم‌های ضد ایران سرسخت‌تر باشیم. آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت است. حالا سوال اینجاست که بالاخره جریان چیه؟ مگه قرار نبود که آخوندا بزنن هسته‌ای رو اوراق کنن بعد ما به ازاش 5+1 تحریما رو برداره؟ پس الان چی شده که نه تنها از قطع جدی تحریما خبری نیست بلکه دارن زیادش هم میکنن؟ اینجاست که موضوعی به نام روح برجام میاد وسط. در ابعاد کلانتر نیز زمانی صحبت از روح برجام می شود که آمریکا و به طور کلی مجموعه غرب از اقدامات ایران راضی می شود که ایران از تمامی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی خود دست بکشد و به کشوری معمولی در نظام قدرت جهانی تبدیل شود. روح برجام دقیقاً در خلع سلاح ایران و در از بین بردن بنیه دفاعیش قرار دارد. آها، پس اینجوری هست میخوان نظام ولایت رو به یه نظام معمولی تبدیل کنن، یعنی شاخشو بشکنن، یعنی دنبشو قیچی کنن. پس هسته این حرفا مقدمه بود، اصل قضیه تو راهه. ببینید واقعیت اینه که ما با یک پدیده مواجهیم به نام برجام، یه توافقه و امروز داره اجرا میشه بین ایران و قدرت‌های جهانی. با یه پدیده مهمتری مواجهیم به نام مدل برجام. مدل برجام با خود برجام متفاوته. یعنی اگر شما متن برجام رو بخونید نمیتونید مدل برجام رو کشف کنید. مدل برجام یک مدل استانداردسازی رفتار ایران بر اساس قواعدی که آمریکا تعریف میکنه. بفرمایید. اسم دیگه روح برجام میشه استاندارد سازی. معنیش اینه که عظما باید از همه چی دست بکشه و همینجوری پله پله عقب بکشه. حالا از وسط این خبرهای ناگوار برای عظما برگردیم به روزه اول فروردین خامنه و همون دوراهی مرگباری که خامنه آمارشو داد. تعهد ایران به روح برجام را باید تعهد جمهوری اسلامی به پایان ماهیت هویت حقیقی خود ترجمه کرد که غرب با صراحت خواستار آن است. آنچه در این میان شرایط را دشوار کرده است دو سر طلا شدن دولت جمهوری اسلامی است. سخنان رهبری در مشهد منشوری برای نقش راه عاشورایی در مقابل نقش راه تحقق روح برجام بود. دوراهی تسلیم یا تحریم همان دوراهی بیعت یا شهادت در عاشورای سال 61 هجری است. بسیجیای فلک زده خودشون اسم وضعیتی که عظما توش گیر کرده رو گفتن. اسمش با عرض معذرت چوب دو سر طلاست، یعنی همون داستان چوب و پیاز و 100 تومن. یعنی مخمسه ای که هیچ راه نجاتی ازش نیست. ادامه تحریم یعنی خفگی و مرگ. تسلیمم یعنی نابودی. بله بگی که داره میاد.